بچه سلام خسته نباشید. اینجا چیز خیابون فردوسی بود که بهتون قول داده بودم که نشونتون بدم. اینم خیابون فردوسی، آقایش هم نوشته سمت چپ به سمت انقلاب اسلامی شمس آبادی مستقیم میخوره به چهلستون مسجد حکیم. خیابون اینجا رو بهش میگن چیز سر خیابون فردوسی. این خیابونی که ماشینا میرن داخل اینا فردوسیه. بچه ها بعضا میپرسن که این سابسکریب که میگید چیه؟ اون بیزی پایین کانال رو که فشار بدید اما سابسکریب کردن میشه. مشترک شدن و سابسکریب کردن یکیه. یعنی بعد بیزی پایین کانال رو که نمیشه مشترک شدن روش فشار بدید مشترک میشه. این میگن سابسکریب کردن. دستتون نکنه که وقت گذاشتیم.